سلام، اینجا پادکست نلزومنه و من همچنان امیرحسینم. نمیدونم چقدر صدای بیرون میاد، امیدوارم خیلی نباشه و من بتونم توی تدوین صدا یه جوری اوکی کنم که صدای بیرون نیاد، چون من خونه ندارم و تو اتاق خونه یه پدر مادرم زندگی میکنم و بابت این خیلی ناراحتم. اصلا چرا لازم بود که اینو تو اوپنینگ بگم. سلام دوباره. امروز بعد فکر کنم 3 ماه چقدر شده الان، بذار ببینیم. نور موضعی انداختم خوب نیست نه دیگه، امکاناتو کمه دیگه. حدود 3 ماه فکر کنم میشه از آخرین باری که من اپیزود گرفتم. ببین اپیزود ویژه نوروز 22 مارچ 2025. الان 3 جولای، از 22 جون هم در نظر بگیریم 1 2 3 ماه و 7-8 روز میگذره از آخرین اپیزود نلزومن. کاش این یکم بالاتر بود. یه دقیقه شلوارکمو میبینید فکر کنم بهتر شد، انگار بالا بازم ماشاءالله قد رعنا. خب این اپیزود قطعاً تدوین داره و کات داره و اینها و از ابزار استفاده باید کرد دیگه. من اصلا نمیدونم چرا اپیزودهای اول اصرار داشتم که بدون کات بری جلو. این اپیزود قرار نیست خیلی اپیزود مثلا خیلی پرباری باشه و فلان اینا، حالا نه که هیچ کدوم از قبلی ها بود. چرا الان اومدم اپیزود دارم میگیرم بعد 3 ماه و خورده ای؟ به خاطر اینکه چند تا فیدبک گرفتم. چرا صدای خودمو میشنوم؟ یه سری فیدبک گرفتم که واسم خیلی جالب بود. من همین روز اول جنگ رفتم مسافرت خیر سرم که یکم حال و احوالم بهتر بشه و برگردم به زندگی عادی و اینا. اینو میتونم بیارم پایین. با لپتاپ دارم ویدیو میگیرم یعنی بعد این همه 3 دوربین ویدیو گرفتن و 2 میکروفون و فلان اینا، اینو اضافه کردم. با بچه‌ها دوره هم دیگه پول گذاشتیم خریدیم، پاسکاری میکنیم، ولی خودمون همینجوری خودمونی بشینیم حالش بیشتره. کجه انگار کف اتاقم کجه. ببین با اینجوری میبود دیگه، درسته؟ ولی نیست. خیلی از موضوع پرت شدم، خدا رو شکر اینا رو میتونم کات کرده باشم، مثلا شاید شما نشنیده باشین. یه سفر رفتم همون روز اول جنگ به رشت، بعد توی یه هاستلی بودیم توی رشت. بودم توی رشت، خیلی هم هاستل باحالی بود، هاستل اوروسی. حتما اگه رفتین رشت هاستل میخواستیم برین، اوروسی من پیشنهاد میکنم، خیلی باحال بود. یکی از بچه‌هایی که اونجا تو هاستل بود و جزو مسافرا بود و فلان اینا مثلا من، این شکلی بود که من تو رو میشناسم و پادکستتو دیدم و کانالتو مثلا دارم و فلان اینا. و این شکلی بودم که پشمام چقدر باحال. من نشستم تو اتاقم یه ویدیو ضبط کردم، توش چرت و پرت گفتم، یکی دیگه گوش میده، یعنی گوش داده حداقل یه بار. خیلی اینا دارن سر صدا میکنن دیگه. بیایم بگم که تو این چند وقته چه اتفاقاتی افتاد. من دیگه از اپیزود ویژه نوروز به بعد دیگه اون آدم سابق نشدم. زندگی به هر حال بالا و پایین داره و من دوره پایینم بود. این دورانی که نبودم دوران خیلی پایینم بود. من تقریبا دیگه مثلا همون اپیزود ویژه نوروز پیک افسردگی و اضطرابم بود، در حدی بود که مثلا دیگه تراپیست بهم گفت که اگه اوکی مثلا دارو رو شروع کنیم و منی که مثلا همش مخالفت میکردم و فلان اینا، این شکلی بودم این اصلا یه ورم هم نیست که چی قراره بدی و چی قراره بخورم و فلان و اینا، اگر اوکی میکنه حالمو هستم. و بعد دارو شروع کردم و واقعا جواب خوبی هم گرفتم، مثلا 2 ماه فکر کنم دارو میخورم، کمتر. ولی خب به صورت کلی توی این 3-4 ماهه زیاد
چیزها استیبل نبوده و من واقعا انگار مثلا 4 ماه گذشته واقعا انگار به اندازه یه سالی زندگی کردم. انقدر که هی همش رو داشتم حس میکردم، همش رو داشتم احساس میکردم، لحظاتی که بوده رو، در این حال که شاید قسم زیادیش رو یادم هم نباشه خیلی درست و حسابی و اینا با جزئیات. ولی خب زندگی همچنان جریان داشت و من هم با جریان همین زندگی جلو اومدم و هستم دیگه. الان بعد این همه مدت دوباره اومدم دارم اپیزود میگیرم، هرچند کج، با دوربین لپتاپ و با نور موضعی احمقانه، چراغ شبتاب رسما، ولی دیگه همینه دیگه، نلزومنه. باید حتما مثلا دوربین با کیفیتی باشه که اپیزود نلزوما بگیریم. همتون جواب رو میدونید. یک چیز خوبی که قرصای افسردگی واسه من داشت تمرکز بود. تمرکز من رفت بالا و حالا بالا که از اون تمرکز احمقانه‌ای که داشتم در حالت عادی یه لول رفت بالاتر و من مثلا میتونم مثلا رو 2 چیز همزمان تمرکز کنم اگه بخوام، بعضی وقتا خیلی تلاش کنم، یا کتاب میخونم میتونم از این جمله برم جمله بعدی، از این پاراگراف برم پاراگراف بعدی و واقعا پشمام میریزه. بعد مدت ها مثلا یه کتابی رو دارم درست میخونم، یعنی میخونم و میفهممش و جلو میبرمش و اینا. کتابه هم از فکر کنم سری کتاب‌های تجربه و هنر زندگی، همچین چیزایی که خشایار دیهیمی جمع‌آوریش کرده، کتاب کل این مجموعه رو، ولی خب مترجمای مختلفی هن. این یه دونه‌ای که من دارم میخونم فلسفه ترس از لارس فنسن. فلسفه تنهایی رو هم حالا اولش خشایار دیهیمی یه مقدمه‌ای داره که اون به نظرم خیلی مقدمه ارزشمندیه و بعدش هم حالا خود اسفنسن درباره ترس، درباره تنهایی، فلسفه ترس گفتم، فلسفه تنهایی از لارس اسفنسن، درباره تنهایی و احساس تنهایی، یعنی تنها بودن و احساس تنهایی، فرقی که این دوتا دارن. آماری که ما داریم کلن جمع‌آوری شده باشه درباره حوزه تنهایی و اینها، که حالا خود اسفنسن هم میگه خیلی کم بوده، خیلی کم پرداخته شده به مسئله تنهایی توی مثلا فلسفه یا توی علوم انسانی به هر شکلی به صورت مشخص بیان درباره تنهایی و احساس تنهایی صحبت کنن. و اتفاقاً یه نقد جالبی هم داره به این گفتمانی که مثلا میگه قرن 21 قرن تنهایی، مثلا انسان ها به شدت تنهاتر شدن. میگه آماری که ما داریم لزوما اینو اثبات نمیکنه که انسان ها احساس تنهایی بیشتری بکنن این روزها. و حالا تنها بودن باز یک مسئله جداییه، یعنی فیزیکال شما تنها باشی، آدمایی کمی دور و برت باشن، یعنی که دایره ارتباطی گسترده‌ای هم داشته باشی ولی احساس تنهایی بکنی. آره خلاصه میگم اینا کاش آرومتر صحبت کنن. حداقل اینو دارم میخونم، یه تا وسطاشو فکر کنم خوندم. دوست دارم دربارش اپیزودم بگیرم، حالا شاید بگیرم. در کنارش یه 2-3 تا کتاب دیگه هم، این تو جنگ که بودیم، جدی تو جنگ بودیم و این راستی این آبی شد. بچه‌هایی که من رو میشناسن میدونن لپتاپ من صفحه‌اش از پنل پشتیش جدا میشه، به خاطر همین نور LED ها میخوره به اون چیز. اونجور جنگم که گفتم، توی جنگ یه روز بود، یه پنجشنبه ای رو ما کار نکردیم. خیلی اون پنجشنبه روز خوبی بود. روزی هم بود که تنها روزی هم بود که ما در گرگان چیزی احساس کردیم، مثلا از این ریس پرنده و اینا. اما روز به شدت خوب و دوست داشتنی واسه من بود. من 2-3 تا کتاب مقدمه‌اش رو خوندم، خیلی حال داد. کلا مقدمه کتابا رو خیلی دوست دارم. مثلا مقدمه کتاب به تو میگه کتاب قراره بهت حال بده یا نه. مثلا تیزر معتبرتر از تیزر فیلمه به نظرم. تیزر فیلم هم خیلی معتبر، ولی معتبرتر از تیزر فیلمه. شما تیزرهایی میبینی که بدن ولی فیلم خوبه، یا برعکس. ولی توی کتاب معمولا مقدمه نویسنده عیار کار رو تقریبا باید مشخص بکنه، یعنی به نظرم این مسئولیت رو داره نویسنده. و مقدمه هاشون رو خوندم. یه کتابی درباره تاریخ هنر بود فکر کنم،
یه کتابم جامعه شناسی و هنر بود، نویسنده هاشم نمیدونم، کتابای خیلی معروفی هم نبودن. یه کتابی هم درباره سینما سوزی توی ایران بود، یه کتاب مستندی بود، تاریخ سینما سوزی توی ایران، که انگار اولیش برمیگرده به قبل 1300 1200 خورده ای، مثلا 1280 خورده ای اگر اشتباه نکنم. یه سینمای خصوصی خیلی مثلا وی آی پی توری بوده که به اون موقع مثلا چیز عجیب غریبی هم بوده، اولین سینمایی که میسوزه. و درباره سینما رکس هم صحبت میکنه که خب مثل اینکه بزرگترین فاجعه سینما سوزی در جهانه، چند صد نفر کشته شدن توش. آره اینجوری گذشته. همچنان هم همونطوری که میبینید پرت و پلاس نلزومه، صدا میاد از اون بر چیز میشه و اینا. من به چایی نداریم، گلومون خوش شد. آره در ادامه احتمالاً یه اپیزود با آرشیا داشته باشیم. این اپیزود رو ایشالله بزنم بیاد بیرون. موزیک هم نمیدونم، نکنه خودم کجم ها، خیلی رو مخمه این که کجم، یعنی چی مگه میشه؟ خب من نمیدونم والا، پام شاید کجه. در ادامه سعی میکنم که اپیزودهای همینجوری تکی بگیرم، سعی میکنم اصلا روزمره بگیرم، بشینم همینجوری چرت و پرت بگم و اینا. اونو داره 2 گیگ فقط ویدیو میشه. اینا رو چجوری آپلود کنم من با این وضع اینترنت؟ تازه دارم بی کیفیت میگیرم. همین دیگه، نمیدونم واقعا باید چی بگم. میتونم الان چرت و پرت بسازم، ولی فلسفه تنهایی رو گفتم پادکستم میگم در ادامه هم حالا سعی میکنم تکی خودم روزمره اینجوری هر چند روز یه بار، یا سعی کنم هر روز بگیرم، هر روز رو حالا فعلا ولش کنم، با بقیه هم بگیرم. موزیکم که تلاش میکنیم چیزی در بیاد دیگه میسازیم. کتابم اگه چیزی باز بخونم، این فلسفه تنهایی رو تموم کنم، بتونم یه چیز مدونی در بیارم، بیام مثلا بشینم صحبت کنم، میام در اونم صحبت میکنم. همچنان من راه ارتباطی اینجا میذارم، مثلا یادم نیست چجوری باید اینجا میذاشتی، ولی پیدا میکنم راشو میذارم. تلگرامو بذارم، آره دیگه اشکال نداره که تلگرامو میذارم، اینستاگرامو میذارم. حسین احمدیه دیگه همه جا. من سینا نیستم بچه‌ها اونجا، چون حسین احمدیه بعضیا سینا میخونن. من امیر حسینم، حسین آخر، امیر حسین احمدی هم که احمدی. این حسین احمدی رو شما هر جا بزنید میاد دیگه، جایی که من دستم بهش رسیده و دلم خواسته توش اکانت بسازم. دیگه فکر میکنم بیشتر از این صحبت نکنم، زیاده گوییه. ممنونم که توی این اپیزود هم با من همراه بودین و گوش دادین به من چرت و پرتای منو. امیدوارم که خیلی باعث سردرد نشده باشم و صدای بک‌گراندم خیلی رو مخ نبوده باشه. قربون شما، شبتون بخیر.